حالا شده بخوای شخصیت یه نفر رو ارزیابی کنی، ولی خب موندی چطوری این کارو انجام بدی. احتمال داره که مثلا کتابای این چنینی بخونی که بخوای تیپ‌های شخصیت مختلفو بشناسی یا حتی بتونی شخصیتشون خیلی راحت ارزیابی کنی. ولی خب یه راه ساده‌تر هم واسط دارن. بیا اینجا الان بهت میگم. یه آزمونی هست به نام MMPI. میدونی چیه؟ MMPI یه آزمونیه که هدفش شناخت، سنجش و ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی افراد. حالا چرا میخوام شخصیت افراد بشناسیم؟ چرا میخوام ارزیابیش کنیم؟ مثلا به چه دردمون میخوره؟ شاید به درد خیلی‌ها نخوره، ولی به درد بعضیا چرا میخوره. میتونیم با استفاده از این آزمون خیلی از ناسازگاری‌های اجتماعی و رفتارهای نابسامان و نچندان خوب و ایناشو بشناسیم و بتونیم اونا رو ارزیابی کنیم و راحت‌تر بتونیم درکشون کنیم. البته برای درمانگرا هم میتونه یه راهی واسه درمانشون باشه. اینطوری هم میشه استفاده کرد. اولین نسخه‌اش روی 24000 نفر انجام شد با 566 تا سوال که خیلی زیاده. نسخه بعدش اومد یه سال اضافه شد و یک کم روش دستکاری انجام داد روی سوالاش. شد 567 تا. توی کتاب ارزیابی شخصیت دکتر ولی‌الله اخوت یه آزمونی رو آوردن که همینه ولی 71 سواله و ایرانیزه شده. توی کجا استفاده شده؟ توی بیمارستان بهروز که بهش میگن MMPI فرم کوتاه. این آزمون بالای 16 سال مورد استفاده قرار میگیره. 17 سالا رو میگن دانش آموز و 18 سال به بالا میگن دانشجو. جنسیت هم اثر داره روش. میتونیم بگیم مذکر باشه طرف یا مؤنث. اگه اینطوری بخوایم حساب کنیم ما دقیقاً اینجا 4 تا حالت داریم. یا دانش آموز پسره، یا دانش آموز دختره، یا دانشجوی پسره، یا دانشجوی دختر. یکی از نکاتی که باید توی این آزمون رعایت بشه اینه که درمانگر باید یک ارتباطی رو با بیمارش برقرار کنه. اونم چه ارتباطی؟ وقتی ازش سوالا رو میپرسه باید واسهشون سوالا رو توضیح بده. علل خصوص اون سوالای دو پهلو رو. مثلا توی سوال 6ش یه سوالی هست که میگه به ندرت دچار یبوست میشم. خب وقتی میگه به ندرت دچار یبوست میشم یعنی خیلی اوقات نمیشم. اگر بگه نه نمیشم یعنی همیشه یبوسته و اگر بگه آره میشم یعنی اصلا یبوست نداره. خب میبینید اینا دقیقاً یه جورایی با هم دیگه اینجاست که شما باید به اون مراجعتون کمک کنید که وقت هیچ نظر اون وسط. لازم اینم میگم این سوالات فقط با بله یا خیر یا درست یا نادرست انجام میشه. یعنی قرار نیست که جواب طولانی بده طرف و داستان ببافه و اینا. همینه. کوتاه بله خیر درست نادرست همین. این آزمون یعنی فرم کوتاهش 11 تا مقیاس داره که 3 تاش رواییه، 8 تاش بالینی. مقیاس‌های روایی اینجا چی ان؟ مقیاس‌های روایی اینجا ما کمک میکنن که بهمون بگن این مراجعی که به ما مراجعه کرده چقدر داره بهمون دروغ میگه، چقدر داره مقاومت میکنه در برابر پاسخ دادن درست و چقدر داره خودش رو بهتر جلوه میده یا شاید هم بدتر جلوه میده از اون چیزی که هست. میشه مقیاس‌های روایی که 3 تا مقیاسه L F K. مقیاس L که از اولش هم معلومه همون لای بهش میگن مقیاس دروغ سنجیه. 5 تا سوال داره که وجوه تاریک شخصیت این فرد رو برای ما نمایان میکنه. هر چقدر این L پایین‌تر باشه واقع بینی فرد بالاتره، خودش رو بهتر بتونه با جهان بیرونش سازگار کنه. F علائم مرضیه که میتونیم بهش بگیم تمارض. 15 تا سواله که خیلی دوست داره خودش رو بدتر از اون چیزی که هست جلوه بده. یعنی اگه مثلا طرف اینجا باشه علائم خلقی و رفتاری نمیخوایم بگیم خودش رو اینجا نشون میده این پایین. لکا که بهش میگن مقیاس مقاومت یا دفاعی پاسخ سوالات رو دادن. این به این معنی که طرف خودش رو بهتر جلوه بده. مثلا اگر ایشون اینجاست ایشون دوست داره خودش رو مثلا اینجا در نظر بگیری و به شما نشون بده که من خیلی بهتر از اون چیزی هستم که تو فکر می‌کنی. در ضمن کا هم 15 تا سوال داره که با این 15 تا سوال خودش رو راحت میتونه نمایان کنه. حالا اگر F بالا باشه امتیاز آزمون از بین میره. F گفتیم یعنی خودش رو داره خیلی بد جلوه میده، خیلی داره تمارض میکنه و شاید اونطور که باید اون نتیجه که بخوایم به دست نمیاره. به خاطر همین که سه تا مقیاس رو به دست آورد، یعنی بهمون دادن که خیلی با دقت‌تر اون پروفایل رو ترسیم کنیم و تفسیر کنیم. برای رسم پروفایل این یه تیکه هم حالا جلوتر به رسم پروفایل میپردازیم. اگر دو تا مقیاس مثلا اول و آخر یعنی L و K بالا باشه و F پایینه، اصلا خب پایینه دیگه چون که بهتر جلوه دادن و بدتر جلوه دادن دیگه. این دوتا بالا باشه و F پایین باشه یه پروفایل 7 ماننده در و برعکسش هم هست. اگر مثلا F بالا باشه دو تا دیگه میان پایین و پروفایل 8 رو به ما میگن. و ما میگن که بر اساس این پروفایل طرف اینطوری جواب سوالات رو داده و بر اساس اون ما میتونیم دقت خودمون رو تنظیم کنیم که چطور پروفایلش رو تفسیر کنیم. حالا این سراغ مقیاس‌های بالینیش. توی این تصویر من مقیاس‌های بالینی رو به شما نشون میدم و به ترتیب به سراغ هر کدومشون میریم و هر کدوم براتون توضیح میدم. ولی این نکته وجود داره. احتمالاً که نه ولی 100% نمیدونم چرا گفتم احتمالاً سمت مقیاس MF و SI که شماره 5 و 10 نمیریم. چرا؟ چون توی MMPI فرم کوتاه این دو تا مقیاس اصلا وجود ندارن و اصلا سنجیده نشدن و توی MMPI فرم بلند هستن. علاوه بر اینها مقیاس‌های دیگه‌ای هم هست که شما میتونید سرچ کنید و به دست بیارید. مثلا میخوام خیلی خلاصه طور نه خیلی کامل زیر کوتاه راجع به فرم کوتاه MMPI بهتون بگم. پس این ویدیو زیاد تکمیلی و اینا نیست. پس همین.
مقیاس اول بالینی HS هستش. تو انگلیسی بهش میگن هیپوکوندراسیس، یعنی خود بیمار انگاری. خیلی نگران سلامتی جسمی خودشونن به شدت. کوچکترین نشانه که تو خودشون ببینن سریع میرن که خودشون رو درمان کنن. از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این آزمایشگاه به اون آزمایشگاه، از این مطب به اون مطب. حالا دکتر بهش چیزی میگه و اینم خیالش برای یه مدت راحت میشه، ولی بعدش دوباره استرس میگیرتش. بازم باید بره درمانگاه و بیمارستان جوجا. به دو قسمت تقسیم میشن، یا مراقبت جوان یا مراقبت گریز. مراقبت جو یعنی وقتی این نشانگان رو تو خودشون میبینن سریع میرن دکتر، ولی بعضی دیگه هستن نه این کارو انجام نمیدن، همونطوری اون نشانگان تو خودشون نگه میدارن و فقط استرسشون میکشن. که معمولا این مراقبت گریزی بیشتر واسهشون نفع ثانویه داره، یعنی دوست دارن که مردم ببینن و بهشون میگه ای چرا این کارو میکنی عزیزم، برو دکتر، برو فلان، برو بهمان. خیلی ارتباط مستقیم با هیستریا داره که جلوتر بهتون میگم چیه. اینجور افراد مهربونن، وظیفه شناسن، اونجوری که مردم برای خودشون خیلی وظیفه میشدن، ولی خب یه خورده خودشیفتن، چون که زیاد به فکر خودشونن و دوست ندارن که حالشون اون چیزی که هست بدتر بشه و خیلی هم احساسی ان. ولی خب اینجا یه نکته وجود داره، اونم اینه که این علائم و نشانگانی که اینجا می‌بینیم در یک فرد هیپوکوندراسیستو یا خود بیمار انگار بعد 45 سالگی این حالات برطرف میشه. مقیاس دوم دی دپرشن یا همون افسردگی هستش. هر نوع علائم و نشانگانی که توی افسردگی ما می‌بینیم اینجا هم هستش. میخواد کندی روانی حرکتی باشه، بی‌انگیزگی، بی‌علاقگی، عدم لذت از کاری که قبلا دوست داشته، اصلا حال و حوصله نداره، خب بکنه بیاد این و یه سری افکار خودی داره و انرژی خیلی پایین. دقیقاً در همین حد فقط میتونم بگم. مقیاس سوم HY هیستریا، رفتار نمایشی برای جلب توجه. این دقیقاً همون چیزی بود که من توی یک گفتم، نفع ثانوی افرادی که مراقبت گریزن، دوست ندارن برن دکتر. تو این حالت قبلش بیایم یکم ریشه شناسی کنیم چه اتفاقی میفته. این همینه که توی دوران کودکیشون یک فیکسیشن یا تثبیتی اتفاق افتاده. به چه منظور؟ به این منظوری که توی کودکیشون یه سری حرکاتی رو انجام میدن و یه سری رفتارهایی رو انجام میدن که خیلی مورد توجه والدینشون قرار میگرفته و خیلی قربون صدقش میرفتن و اینا عزیزم اینا دیگه تثبیت شده تا بزرگسالی همینطوری رفتار میکرد. این افراد اصلا تنظیم رفتار ندارن، خیلی هیجانی و تکانشی رفتار میکنن، کلی پرخاشگری دارن، حرکات اغوا کننده دارن، اصلا عادت رفتار پخته شده‌ای ندارن. این افراد وقتی به اضطراب خیلی زیاد دچار میشن، اضطراب رو به جسمشون منتقل میدن. این دقیقاً همون نکته بولد و اصلی داخل افراد مبتلا به هیستری. توی حالت چه اتفاقی میفته؟ دو تا مرحله داره. مرحله اول نفع اولیه و مرحله دوم نفع ثانویه. احتمالاً دو تاشون با هم دیگه میتونن اتفاق بیفتن، ولی خب منظور من اینه که نفع اولیه اون کاریه که اولویت بیشتری داره تا نفع ثانویه. توی نفع اولیه یک بی‌تفاوتی عاطفی به وجود میاد. به این معنی که طرف استراب میکشه، کلی این ور اون ور میره، کلی داره خودشو به در و دیوار میزنه که آقا من استراب دارم فلان بهام بیزار. این استرابش به دستش منتقل پیدا میکنه و دستش بتونه فرج بشه اینطوری. دیگه اون استراب قبلو نداره. دیگه واسش مهم نیست که دستش اینطوریه. بهش میگه دستش چرا اینطوری شده؟ میگه شده دیگه. چی شده؟ میگه دست دیگه شد. و بر اساس همین کار خیلی راحت هم تو از زیر کارهایی که بهش سپرده شده در بره. توی نفع ثانویه طرف اصلا علائمو به جسمش منتقل میکنه تا بتونه توجه، حمایت و همدلی بقیه رو به جون بخره، یعنی بگیره. یا بهش میگه عزیزم چرا دستت اینطوری شده؟ عزیزم برو دکتر، همش دور و برش باشن، قربون صدقش برن، اینجور حرفا. و دقیقاً همینجاست که این علائم درش تثبیت میشه، یعنی بدتر میشه. دستش دیگه شاید اصلا نتونه خوب شه و عادت کنه به این همه محبت و توجه و همدلی و اینا. آره. این دختری پیک تو دانشگاه. مقیاس چهارم PD سایکوپاتیک دیوییت، انحراف روانی. اگر واقعا این مقیاس در یک فرد بالا باشه، احتمال اینکه فرد یک اختلال شخصیت ضد اجتماعی باشه بالاست. این افراد مشکلات شخصیتی دارن، تنظیم هیجان و رفتاری ندارن، خیلی ضد قوانین کار میکنن، حقوق دیگران رو ضایع میکنن، آدما رو مسخره میکنن. هر باری که به نظر قاتل جانی خبره بالفطره میتونه این کارو انجام بده. شدیداً تحت تاثیر مصرف مواد و مشروبات الکلی هستن، به روابط عاطفی اصلا پایبند نیستن، این شاخه به اون شاخه، اون شاخه به یکی شاخه و الی آخر. و همه این کارا رو که انجام میدن، علل خصوص همه این کارا رو با پرخاشگری انجام میدن، به هیچ وجه پشیمانی و احساس گناه ندارن، به هیچ وجه. حالا اینجا میخوام بهتون یکم از این و روابط قبلی و بعدی بگم، یعنی این مقیاس چه رابطه‌ای با هم داره. وقتی این مقیاس یعنی PD بالا باشه، D پایین‌تره. چرا؟ چون اصلا بابت کارش احساس افسردگی و پشیمونی نمی‌کنه و شاید PT پایین باشه. چرا؟ چون اصلا احساس پشیمونی و خود سرزنشگری نداره، استراب نداره واسه این کارش. حتی معکوس این جریان میتونه وجود داشته باشه، اینکه مثلا PD پایین باشه و D و PT بالا باشه. در این صورت طرف یه خورده اختلال رفتاری و هیجانی و فکری داره، خیلی خود سرزنشگره، به شدت افسرده است و از خودش مایوس و ناامیده. مقیاس 6 PA
پارانویا یا همون شکاکیت، خیلی ساده میتونه به نظر بیاد. و اینه که طرف شک داره به همه چیز و همه کس. یکی از اون علائمی که توی اسکیزوفرنی هم می‌بینیم، علائم آسیب و گزند. به همه بدبینه، سوء ظن داره، خیلی وسواس داره نسبت به چیزی، خیلی غیر عادی برداشت داره از حرفای مردم و حرکاتشون. این با من بود، این حرفو زد به من، خودگیرشون خلاصه بالاست. که وقتی این مقیاس بالا باشه، یعنی چند تا مقیاس بعدش هم که میخوام بگم، دی هم بالا باشه همراه با بعدش و سی هم بالا باشه که اینا بهش میرسیم، اسکیزوفرنی هم یعنی بالاست. مقیاس شماره 7 PT سایکستنیا یعنی همون اضطراب و ضعف روانی که طرف داره. طرف خیلی زود رنجه، خیلی درش آشوب و تشویشه، خیلی بلا تکلیف و اصلا تصمیمی نداره که بگیره. خیلی از این اختلالایی که اینجا هستن، مثلا اختلال فوبیاها، الان خصوص فوبیای خاص، GAD همون اضطراب فراگیر، یا حتی حملات پانیک توی این دسته قرار میگیره. و هر چقدر PT بالا باشه، دی هم بالا، یعنی اضطراب مساوی است با افسردگی. مقیاس شماره 8 SC اسکیزوفرنیا یا همون اسکیزوفرنی. توی اسکیزوفرنی ما یه سری علائم مثبت داریم و یه سری علائم منفی داریم. علائم مثبت یعنی چی؟ یعنی یک سری رفتارها و کارها و عقاید اینا به طرف اضافه میشه و علائم منفی یه سری کارهایی که مثلا از طرف گرفته میشه. مثلا علائم مثبت چیه؟ توهم و هذیانش. توهم یعنی چی؟ یعنی سری چیزایی که ما اصلا نمیبینیم و نمیشنویم و نمیبوییم و نمیچشیم و اینا رو اون میچشه، میبوئه، میبینه و حتی میشنوه. به میگن توهم، یعنی خطا در ادراک جهان پیرامونش. حالا هذیان چیه؟ داره باورهای غلط و غیر منطقی، میتونه پرواز کنه یا حتی هر چیز دیگه که میتونه باشه. صرفا یه قالبه که طرف توی اون قالب میتونه هر محتوایی بریزه. توی علائم منفیش مثلا میتونه بگه که توی مهارت اجتماعی ضعف داره یا حتی آشفتگی در جملات و کلماتش هست. کلا جملاتش به هم دیگه ربطی ندارن، این جمله با جمله قبلش اصلا نمیخونه، چی میگه طرف. رفتارهای عجیبی دارن، مثلا توی اسکیزوفرنی کاتاتونی، طرف یه جوری همینطوری وای میسه خشک و اصلا تکون نمیخوره. و توی تفکر عواطفشون هم شدیداً اختلال وجود داره. و تفکر اینجور آدما تفکر عینی هستش. تفکر ما ذهنیه، میتونیم خیلی چیزا رو انتزاعی حل کنیم، ولی اونا تا یه چیزی رو نبینن اصلا نمیتونن حلش کنن. نه مقیاس شماره 9 MA یا مانیا، همون مانیا، حالا هر چی بهش میگید، همون شیدایی، شاد و شنگولی خودمون، شوخ طبعی خودمون، اونایی که خیلی پر انرژی ان و خیلی آدمای ریسک پذیری ان، خیلی آدمای جسوری ان و اصلا هیچ ترس و واهمه ای ندارن. این از بالا پشتون میپرن به امید اینکه پرواز کنن. شاید بگی که این دقیقاً اسکیزوفرنیه، هزینه اسکیزوفرنیه. نه حدوداً، ولی اونقدری که شاد و شیدا هستن، احتمالی که دست به هر کاری بزنن هست. توی این مقیاس MA اگر بالا باشه، افسردگی هم میاد پایین. اینم دقیقاً یه رابطه‌ای بود که باید میگفتم اینجا و جاش نباید مینداختم. این دقیقاً همه اون مقیاسایی بود که من باید به شما میگفتم و گفتم و حالا باید میرفتیم سراغ ترسیم پروفایلش و تفسیرش. ببینیم بعد چطوری اصلا تفسیرش کنیم و اصلا چطور اول اصلا رسمش کنیم. بریم سراغش. توی پارت قبلی ما مقیاسای بالینی رو توضیح دادیم. ای بابا یادم رفت روشن کنم. توی پارت قبلی ما مقیاسای بالینی رو توضیح دادیم با مقیاسای روایی که چی هستن و چطور کار میکنن. توی این پارت که الان بار سوم و فکرم چهارم میخوام ضبطش کنم، یک برنامه کرش میکنه، دفعه مجبور شدم بیا با پینت انجام بدم این کارو. حالا میخوایم سراغ رسم پروفایل و تفسیرش. همونطوری که ملاحظه میکنید من بالا سمت راست هم مقیاسای روایی و بالینی رو من چیدم و اینا نمراتی که یک دانش آموز پسر توی یه آزمون MMPI فرم کوتاه به دست آورده و وقتی میگیم دانش آموز یعنی 17 سالشه طرف. حالا میخوایم پروفایلش رو رسم کنیم و اگه بهشون رو تفسیر کنیم. همونطوری که میبینیم L صفره، یعنی دروغگویی نداشته. خیلی خوب، صفر اینجاست و چرا اینجا من کشیدم؟ چرا این TTC اینا چیه؟ همونطوری که میبینید TTC که سمت چپ و راست برامون کشیده این بغلا، اون نمرات تی هستش که به اون نشون میده که توی یک جامعه طرف اگر روی این نمودار قرار بگیره چقدر از جامعه خودش جلوتر یا عقب‌تر هستش یا چند درصد جامعه بهتره اگه میخوام به درصد تبدیلش کنیم. که ما وقتی گفتیم L0 ما بیایم با نمرات وسط صفحه که برامون اینجا علامت گذاری کردم با اونا ما کار داریم، نه با بغلا، اونو آخر سر کار داریم. L0 ما کشیدیم. میریم سراغ بعدی. F10 تمارزش 10 اینجاست، دور 10 یه دونه دایره میکشیم، میگم توی اصلا روش نقطه بذارید هر چیز دیگه. K5 هم برای ما اینجا گذاشته، دستش درد نکنه. پس این شد برای رسم پروفایلای مقیاسای روایی. اینا رو به هم دیگه وصل می‌کنیم. 0 10 و 5 به هم وصل کنیم، می‌بینیم که یک پروفایل 8 دارم. ما گفتیم پروفایل 8 به چه معنیه؟ به این معنیه که F بالاست. همونطور که می‌بینیم F هم بالاست. حالا یعنی چی؟ یعنی طرف اون رفتارهای مرضی و تمارض خودش رو بیش از حد نشون داده. توی این آزمونی که ما ازش گرفتیم، خودش رو بدتر از اون چیزی که هست توصیف کرده. و ما باید خیلی حواسمون باشه. احتمالاً برآورد ما هم از ارزیابی شخصیتش غلط در بیاد. پس خیلی باید با احتیاط بیشتر این پروفایل رو تفسیر کنیم. حالا این یه بحث ماجراست. بحث ماجرا دیگه اینه که توی حالا ملاقات حضوری یا جلسات حضوری طرف میتونه یه جوری بهتر از زیر زبانش حرف بکشه و باهاش مصاحبه کنه. طرف بتونه حرفای بیشتری ازش بگیره، اطلاعات بیشتری دریافت کنه و متوجه بشه که آره طرف داشته مرضی کار می‌کنه اینجا، یعنی داشت تمارض می‌کرده. میریم سراغ پروفایلای بالین. HS خود بیمار انگاری. اینجا چیه؟ 14. خب پس 14 رو ما پیدا می‌کنیم که بعد 14 بالاترین حد ما. بعدی دیه که 15.
دی بعدی 15 اینجاست. میریم سراغ بعدی HY هستش. HY همون هیستریا هست که می‌بینیم نمرش 19 ولی اینجا 19 ما نمی‌بینیم، نداریم. خیلی خوب، پس چه مراتب ما اینجا داریم؟ 5 10 15 20 و 25. البته صفر هم آخر سر داره. 19 بین چه عددایی؟ معلومه بین 15 و 20. ولی وقتی می‌بینیم از 15 تا 20 میشه 16 17 18 یه دونه کم داریم اینجا. چطور ممکنه ما 19 این وسط جا بدیم؟ بعد توی ذهنمون این وسط خطای فرضی درست کنیم که راحت‌تر بتونیم این وسط 19 رو پیدا کنیم. 19 نزدیک به 20 یعنی اگه مثلا ما اینجا 15 16 رو اینجا بگیریم 17 18 19 حدود همین وسط مسافت در میاد. آره ما اینجا در نظرش میگیریم. یکم بالاتر اون خطه ولی خب چون که داخل کامپیوتر هم میکشم یه خورده سخته. بله. بعدی PD که ما گفتیم سایکوپاتیک دیوییت هستش، همون انحراف روانی شده 11. 10 اینجاست، 11 12 13 14 و 15 اینجاست. PA همون پارانویا 9 کجاست؟ 5 اینجاست. چه جالب اینم اینجاست. بعدی PT PT چنده؟ 11. گفتیم PT یعنی چی؟ PT یعنی بلا تکلیفی و اضطرابی که طرف در خودش داره، همون تشویش و خیلی بی تصمیمیش. PT گفتیم 11. خب 10 تا 15 خب 100% احتمال یه دونه کم داره، من تو دارم میبینم یه دونه طرفای زیر این خط میافته حدودا به همین صورتی که میبینیم. حالا میریم سراغ بعدی SC که 14. واسم طرف رون نیستش و 10 تا 15 انگار یه دونه کم میبینم ولی خب میتونم اینو اینجا در نظر بگیرم، بالای این خط در نظر بگیرم، تقریبا نزدیک 15. و MA که 9 هستش، ببینیم که زیر 10 دیگه اینجاست. MA هم اینجا در میاد. حالا اینجا چیکار میکنیم؟ میایم همه رو به هم دیگه وصل میکنیم. بدین شکل. این شد رسم پروفایل طرف مقابلمون که اومده با ما مراجعه کرده و ازش آزمون گرفت. حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم تفسیر میکنیم. چطور تفسیر میشه؟ برای تفسیرش میایم به نمرات TC نگاه میکنیم. و همونطور که میبینید ما اینجا 3 تا خط داریم، از نمرات این ور TC به اون ور TC وصل شده، یکیش 70 یکیش 50 و یکیش 20. کدومو در نظر میایم؟ این 70 رو در نظر میگیریم. اگر بالای این 70 باشه، مقیاسا رو در خودش بیشتر از اون چیزی که هست نمایش داده و اونها باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. و برای هر کدومش هم گفتیم یک کد هست. گفتیم از 1 هست تا 10 که 5 و 10 هم ما نداریم. NF و SI که مردانگی زنونگی و سوشال اینتروورت یا همون درونگرای اجتماعی هست رو نداریم. میبینیم که HS حالا من این وسط می‌نویسم HS D HY و SC بالای 70 هستن. یعنی کد میخوام بهشون بدیم کد 1 این میشه 2 این میشه 3 این میشه 4 تا 8 البته 5 نه ببخشید این میشه 6 این میشه 7 این میشه 8 این میشه 9 بدین لحاظ چون که 5 نداریم اون 6 حساب میشه 1 2 3 و 8 اینها اون کدهایی هستن که به ما نشون میدن طرف چه رفتاری در خودش بروز داره. یعنی مثلا طرف خود بیمار انگاریش بالاه، خیلی نگران سلامت خودشه، حدوداً افسردگی داره، خیلی هیستریتور، خیلی رفتاری نمایشی از خودش انجام میده، تا حدودی افکار غیر منطقی و باورهای غلط داره و شاید هم رگه‌هایی از توهم و هذیان درش باشه. اگه واقعا اسیش یه خورده از TTC بالا باشه شاید یه خورده نگران کننده باشه و باید مورد توجه قرار بگیره. بدین لحاظ این کدهایی هست که باید توی روانشناسی بالینیک کسی که حالا ازش این آزمون گرفته مورد سنجش مجدد قرار بگیره و ازش سوالی در این باب بپرسه. این هم میشه از تفسیرش که کدها رو در میاریم و توی کتاب ولی‌الله عقوبت هم که اگه نگاه کنید این کدها و خیلی کدهای دیگر رو به تفصیل و نمایش گذاشته و خیلی راحت‌تر میتونیم بر اساس این کدها اون نتایجی که میخوام به دست بیاریم و قشنگ‌تر از اون چیزی که هست پروفایلمون رو تفسیر رو علل خصوص ترسیم کنیم. خلاص اینم از این. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید و این آزمون MMPI فرم کوتاه به صورت خیلی خلاصه من گفتم ویدیو میشه اون چیزی که واقعا هست طولانی‌تر باشه ولی خب گفتم که به همین قدر بسنده کنم و زیاد پیچیده‌اش نکنم این موضوع رو. علل خصوص حالا در حیطه کاری منم نیست اینجور چیزا ولی خب همون از گیرمون بیشتر از این دراز نمی‌کنه و به اندازه خودمون پیشروی می‌کنیم توی این مباحث. اگر بشه ویدیو دیگه می‌سازم درباره روانشناسی و امیدوارم که از این موضوع خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار همتون.